السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز و گرامی، قد ان شاء الله امروز برای شما یک خبری مهم داریم. ان شاء الله تعالی برادران عزیز و گرامی، قدر خبری مهم هم این که اول بله سه بار قل هو الله را یعنی سوره اخلاص بخونیم ان شاء الله تعالی. بعد از آن خبری مهم رو برای شما میرسونیم. همه کس برادر عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خشوع بحالمون، خشوع بحالی برادرای عزیز و گرامی، قدری که امروز ان شاء الله قتی ما ایرا قرائت کردم. بله ان شاء الله حدیث شریف ان شاء الله بخونم. خود جان رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر شخصی که سه بار سوره اخلاص بخونه مثل آنه که یعنی قرآن را ختم کردگی است. یعنی دیگه حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که هر شخصی که میگه برای من صلی علی واحدة صلی الله بها عشرة، هر شخصی که میگوید برای من یک صلوات میفرسته، الله سبحانه و تعالی در جواب برای او 10 صلوات میفرسته. و زمانی که الله سبحانه و تعالی برای آن 10 صلوات میفرسته، 10 گناه او را میبخشه و 10 ثواب در نامه اعمال او نوشته می شود. خوش به حال آن شخصانی که عین حال با ما تکرار میکنه که اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی بهترین میشه که اگر میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. ماشاءالله. یعنی الله سبحانه و تعالی همه ما و شما امر میکنه که بدرسی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بدرسی که الله سبحانه و تعالی و ملائکه های الله صلوات میفرسته بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، یعنی او کسانی که ایمان داره صلوات بفرسته بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و خیر امان الله باشین. السلام علیکم.